18 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 14:30 راننده ماشین تمغه کماز بابامرودوف نجمیدین سال تولدش 1971 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت کوچه میرزابک به سمت کوچه آبشاران در چهارراه کوچه‌های عینی تپه‌های شرقی از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد پادگورسکی ویکتور سال تولدش 1953 ساکن شهر ایستار را پخش نموده است. در نتیجه پادگورسکی ویکتور جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 18 مارس سال 2024 ساعت 11:50 راننده ماشین تمغه تویوتا حفیظوف توغرال سال تولدش 1983 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت با شوروی دوشنبه ورزوب در درآمدگاه دهه شباده از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد نابالغ حلیموف عبدالله سال تولدش 2015 ساکن شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد نابالغ از ضربه برداشتش به سمت حرکت واسطه نقلیات مقابله می افتد و ماشین تمغه تویوتا تحت اداره راننده زکریوف اودیل سال تولدش 1991 ساکن شهر استرافشان که با روی ماشینگرد ورزوب دوشنبه حرکت میکرد نابالغ در قسمت ماشینگرد رو افتاده را دوباره پخش کرده است. در نتیجه نابالغ حلیموف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نویه فردوسی با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر کولوب رهبر شرکت MF ساختمان مراجعت نموده است که اولای سال 2023 مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده یک خانه استقامتی را در مساحت 125 متر مربع از شرکت ساختمانی MS ساختمان به مبلغ $140,000 امریکایی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که پولش را می‌دهد. این چنین گمان برشونده تکرارا با روی فریب به باوری جبر دیده در آمده از او باز یک خانه استقامتی در مساحت 54 متر مربع به مبلغ $27,000 امریکایی را نرخ گذاری کرده گرفته تا حال پول این خانه را هم نداده است. گمان برشونده به جبر دیده در عموم به مبلغ 1,680,000 سومانی ضرر کلان نمودی رسانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیش شد. ادامه دارد.